بازم دوستان عزیز سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان ارجمند، تماشابینان عزتمند، هواداران شبکه یوتیوب صلاح جامعه، خداوند هر یک ما و شما را نگهبان باشه. این روز یعنی رمضان، یعنی سفر داره طرف دبی دمگیری سفر داره خلاص گپ طرف دبی. اول دیجا ده تو میره دبی سرنا استوریس میکنی نه؟ نمیکنم. عموما میگم شاید بکنی آدمی ده بعضی گفتم شرط بکنی یا شرط حرامه یا نه بعضی مثال گفتم ده نمیگه پارا که ما میریم نمیکنیم نه که اصل کردن مثال بگیریم بعضی حج رفتن گفتن ما نمیکنیم کردن. المهم که بکنم ممکن نپرتم در استوریام شاید نه یدین سوی آدم آمد دیدم که رفت نکی نکرد یگون نه صورت گرفت نزدیک کعبه نه روی کرد. کی؟ یک کس من هم کارا بکنم چی؟ نه تو نمیگم در کعبه مثال توش تو دبی میره از مثال سوال میشه در بانکی شاید که بفهمم که مثال تو دبی رفتی که مردمی که جای بگیم منظرهای خوب و جای زیبا و تماشا و دیگه برای استوریس نکنه ویدیو نکنه تک تنی اینترس نتوشت مردم بلاگر مردم پوبلیک های عموما انا بیس اول دیگه سوال میاد که رمضان باطل کرد حج نرفت بسولی باید سوال میاد که چی به حج نرفته خیز دبی رفت. ما واپروس سری شرط کنم خوری بیا اینا ترام قطیم برو خیمه گوی نمیرم بیا اگر نبریم دکسه با قدید باشم ویدیو میکنم برای که قاری ما توقع خشی ویدیو کنیم نمیتا والله قسم تو مرا میدونی قاری چه خیلی های افراز جیزنم تا که قدید ویدیو شب میکنیم مردم تماشا میکنن دم میگیرد ما در اکشی دگی استاد چیدگی هم چیش دگی در مدت 10 ماه قریب میگه قاری با نام الله میگم یا دیوانه هم بگو نمیکنم خودم توقع میرم هیچی نمیکنم داخل در کازات میکنم خیلی که داغ پرومیس دادم که قاری ما باتل میکنم چانس می بتانه میکنم چند بار پرسیدیم من میگم گفتم من پاتسانم که داغ پروم باید بستم برای که نبستنی تو حجم باری رپام والله قسم بس میکنم. ما حج دایما یک برادران بر کمپانی صلاح عمره میبره ان شاء الله رقمش رو یکن کسی که حج رفتنی که عمره عموما مقصد که خب برای حج رقم رو یکن زنگ بزنید یک رکلام دیگه خلاص گپ که کلان ان شاء الله که ریپ پارتال محکم میشه. کون ریپ پارتال کلام من همین ریپ اوه قری خواست الله هر کاری که گفتی هر نیتی کردی ان شاء الله کار خیر باشه ان شاء الله بوده الله موفق بگردونه. فقط الله میگه و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر انسانی که تکیه به الله میکنه برای بسنده های هر کجا که باشی رازق الله های الله رسمته. مثلا انسانانی که بگیم اوهیدی ریپ نیستن اوهیدی سراهیندگی نیستن اوهیدی بگیم اینترنت نیستن آیا رزق روزیشون میو البته میو نه که رزق روزیم استثنا میدونه همه که روی همه یک روی رکلام و روی همه چیزای نه که این نیست ده چیزه ده الله همچه سبب کرده گیت ده اگر که مثال بگیم است رکلام را نکنیم الله رزق روزیت میته یک چیز دیگه یک کار دیگه مثال عادی ما بغیر همی بگیم رت که میشه که اینسه که گونس رکلام کن مگر هم پولم والله میگیرم دیگه کسا را میتم های من میرم عموما میگم ده مثال بگیم رکلام نکنم مثال میگم کار بار خودم رکلام میکنم تمام نه که الله رسمیته تو این وقت که نبود یوتیوب ما خیلی سرس کم وقت قری گاب دیگون چی نیست ترس پرس نیست که توش ما باز کنم چیکار میکنم نه که میگم که ما همین رفتنم نیتم با چیه قری جان یگون تجارت هم کردن در کار چیزی نمیکنی هر چی وقت زنگ میزنم یگون بار مورم روی کارزم که ما بفروشم در اونجا ان شاء الله چی بنه قری جان صد که هر چی وقت ساعت خیلی مثلا برادر مسلم ختمون یک کار کرد تاجیکستان دنه صلاح جمال تو که مسلم یک شاگردم 2 سال چند قم کار کرد خب یعنی خدمت کرد ما چه خیلی خدمت کرد مثال بگیریم ما اینجا بار زندگی همه چی بود همه چی دولت میکردم می اومدم گفت این مثال 9 ساعت چنده این ساعت نیم تا کم 12 ما در کارخانه میکنه قضیه شما
گاه میشه ساعت 1 دیشه و اینجا میرم نه آخر جا تایخ نه مثال یاد بگیریم تیپا گروه گوری اگر شوم رئیس как будто باید چیکار کنه دنبوی کارگارو کنه نه که من تا последнего دام گرفتن نمیتونی خوری نه مثال بگیریم که کار من محنت میکنم که گاه شب با میومدم مثلا اونجا میرفتم کار مور است دستف کار میکردم میومدم ماشاءالله میشدم خونه جین خونه که اونجا میشیست زکاتو رو قبول کردن میگرفت کلینتو رو جواب دادن میگرفت ساعت 2 شب من گفتم که مثلا ما باید دیر خو میرفتم من گفتم که بچه خانه میکنی و کلینتو رو جواب دادم من میرم یعنی مسئولیتی را قبول کرد با جو آورد اگر میتونست که مثال بگیریم چون کنه رنگ یکاش برای خور آورد نه که صبر کرد الله موفقش گردون لوبای کار که انسان یک برادر ده مثال کار ما کار میکردیم در دست مردم محنت میکردیم تو последнего برای چیزی مردم اخیر میگفتیم مثل خدواره محنت میکردیم یعنی بیگونه رفتار بوده کار کنه اگر انسان برگشت نمیته فردا که دیگر دو پیدا بشه انسانی که همگونه رفتار میکنه برای هوای مثال بگیم لوبای کار رو مثال بگیریم میستادی کار کردی محنت کردی هم کار یاد میگیری تا آخر کار اگر جان میگه خیلی نما بس کردم مثال میتونم برم یگان ایده داشته باشه پیدا لگاتم که مثال میگه بردا این اینیته کار میشه کرده این کار کار میشه با اون خاطر هر یک چیزه صبر کنی ان شاء الله خداوند خودش موفق میگردونه خیلی قوریه که پیترم رفتم با خدا فکرش خیلی نشما بود ولی میگم که ما که رفتم شما رو فراموش کنم ابرازی چیز نیمه 4 تا ایمیج میکنم قاری یا لباس این پوشو مثال میبرم امو صحنه مثال درن دیگه چند بگنه که با کار و چیز فعالیت دیگه چه میبرم امو خیلی خوندمش نمیشید با همون نیت ها ما بدیم با همون کار ما بدیم اینه انشالله که دالشه پای زندگی و پای کار میشیم بریم با تاجیکستان چیگه پای با بسیار سورپریزها هستن درباره یک رید نمیگیم درباره دیگه چیزا مثال یگان همین کانال من نمیگم که میبرم میرم یوتیوب ما با ممکن ای خیلی که رپ هر هفته این پارت ممکن هر یک ویدیو پارتم هر هفته دیگه مثلا چرا یک ویدیو خوب که مثلا نوزی ماشاءالله نیتت خیره بس کردی نمیشه که آساسا ویدیو تا کار کنی کامل ویدیو ما خوره ویدیو که مثلا نما میشه همه این تیمور ایشال الان یگان ماه بگذره ما سری خلاصه میبرم یگان ماه نه یعنی وقتی که تو کاری خیر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که هر انسان هر یک کار خاص به خاطر الله ترک کنه الله سبحانه و تعالی در مبدل از او بهتر و افضلتر براش نصیب میگردانه بشواره آیا این مثال بگیریم نواز مثال بگیریم اینه می روچکه من رو به خاطر الله مثال بطره میتم مثال بگیریم الله در جواب برنامه چی میته؟ تلفن باز من یک تلفن بتم بطره الله در جواب چکو میکنه؟ من در یک پلانشت خوب نصیب میگردانه اگر من پلانشت خیر کردم الله در جواب من چی؟ نوتبوک فهمدی؟ وقتی که هر یک انسان به خاطر الله هر چیز تر میکنه به خاطر الله هر چیز که میته الله مبدل چند برابر بهتر و خوبتر و افضلتر نصیبش میگردونه یعنی بگم استرا مثال بگم ما زمو بعض رپورت مثال بگیریم 1 میلیون 2 میلیون دیگه پلاس موتور گرفته یعنی او 5 میلیون چقدر ولید میکنه خوری مثال یک اینه ویزا جون خونه من گفته 1 و 2 میلیون پلاس موتور کی مثال بگم دو خونده مثال رویت آخه دیگه مثال میگیریم همین ترم ما تیگو چه فرقی ندارم دکتر میگن چی هر نوع انسانیم هر نوع چیز داریم مثلا اگه مثلا گوش داشته باشم یا خیلی وقتی که هر انسان هر چیزی که به خاطر الله کنه والله که پرسمو داده بهتر افضلتر میگیره ان شاء الله خامو یک مثال عادی بگیریم نمو خوب یکونم تا میکنه سیو یک حرف میزنه نه چی دیگه الله چیکارش کرد برداشتش با ایده سرش اینم تا میکنه چی ویدیو مردم میگیرم چی اینم کار میکنه نیک وقتی ترم به خاطر الله که اگر ترکش کنی و گوشون کنی والله الله ایده به سر میاره که شاید که در عموما یگان کس کردگیش نباشه در همین جهان اینستاگرام پیش بردنیم واین کردنیم اکتیاری کردنیم توش نه یکی گپ میشه ان شاء الله همش ما پاسیپه نمیشه قوری یگان قوری یک یگونه نمیشه با قوری پاسیپه همش خوب میشه وقتی که یک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگفت اینم چیز معنی کو صحابه کو همینجا معنیش میکردن وقتی یک صحابه را گفت که امتلا برای مرد گفت مثلا حرامه گفت هم لحظه زمان پرت افتش
گو بگی برفروش گو وقتی که حرام باشه من کسی در کار بگه برفروش در بیت المال متش وقتی که ما هم که سمعنا و اطعنا شنیدیم و اطاعت کردیم وقتی که امو بگیم سرنده بگیم مثال قبول کردی که حرامه یا نمیکنمش و توش تو هسته اوجه بگیم تو مثال بگیم بسش کردگی اونه که تلشکه گروه بگواره اگر گروه هم بغلطه تلشکه گوشت خوک در پشت کشوله انا هاز میگن که مثال بگیریم هم تلشکه را پارتو میگو چه خیلی میره پارتو میره یه خوک مثال بگیریم میلیونا تماشا کرده هم میدونه موسیقی حرامه که هم گوش میکنم بسیارش هم میخونم قاری جان یک چیز زده مثال من تو برادر ما قطعا میزیم صراحتا گرد نیستم بعد نوشگری کردن شما خیلی یه چیز حرام در یک نوشگری نیست سبحان الله نمیدونم ما خوری ما تو دائما در علم چیز در سختی خودت میدونی مبارم خور گفتم که ایشالله چیزی که برای خودم دوست میدارم برای تو هم چه دوست میدارم تو برام برادری همین کار میشه گفتم که ما میرم پای تجارت به تاجیکستان بریم اول بریم اونجا دام بگیریم بعد بریم تاجیکستان بخوریم چیکار کنیم تمام گپ نیست بریم بعد یارو فکری تجارت ناتوری ایدوف بکنیم خوری ولی بعد میگیریم میره در دبی دام میگیری پولی چی تری بعد خوری ما خودم ندارم پول خوری بچک یاشیک لوی داره سپانسری بوی داره دادره ویدیو قوری دو میزرا فریستایل شی توبه کمی فریستایل شی دبای نگاه بیشتر تو بگیرم اکنون همین کو این شاعری شدی فریستایل نشید چه مطلب بگم ریف مایکو خفیه بیا نگم دو بره پیری نشه کاری ما مثلا همین امر معروف که میگه انسان ای خفیه بندیش مود 1000 بار کنیش مثلا کی میگه یک انسان بخزه امر معروف کنه آیت قرآن الله امر معروف رو تایید کنیم خواندن رو گوش میکنم در تمام سبب میشم در تمام چیزا فراموش میکنم که خیلی بابا شما از وقت چون میدونن اگه دیگه بودم چه خیلی هست همش ان شاء الله خوب میشه همش بابا ان شاء الله عزیز خیلی صحبت ما جنب است ما صحبت ما هم خیلی ده برادرانه بله الله نیابان تو باشه فقط در حق هر یک مسلمان نه تنها در حق نه تنها در حق من در حق دیگه هر انسانی که در حق هر یک مسلمان دعا میکنه غایبا الله سبحانه و تعالی دعاش ان شاء الله که اجابت میکنه و همچنان ملائکه ها نیز در حق وی دعا میکنه خوش به حال هر یک انسانی که دست به دعا میکنه که پروردگارا برادری مرا که اولی آگاه نیست هدایت بده پروردگار برادر مرا نگهبان باش پروردگار برادر مرا از قضیه چه زیاد که پروردگار فرزندهای صالح نصیب کنه پروردگار هر انسانی که فرزند نداره فرزندهای بهترین براش نصیب بگردونه هر انسانی که قرضدارها بگیم رهاش بده هر انسانی که در بگیم محکمه است پروردگار برای اونها آزادی نصیب بگردون برای هر یک انسانی که چی دعای خیری که میکنیم الله سبحانه و تعالی یعنی با سبب این دعا رفع درجات ثواب ما میکنه و چیکار میکنه گناههای ما و شما را عفو میکنه خوشا به حال انسانی که غایبا در حق یک برادر در حق یک خواهر مسلمان در حق یک مادر بیمار در حق یک پدر بیمار در حق هر یک مسلمان خلاص گپ دعا میکنه ناوابسته از جنسیه وی ناوابسته ای ملتی وی ناوابسته ای پوست رنگ سفیدی وی در حق هر یک مسلمان الله در قرآن میگه انما المؤمنون اخوه بدرسی که هر یک مؤمن با هم دیگر برادر هستند اگر که بگیم عکس همین کاری ما را ببینیم مثال بگیریم ما آویم او علو مثال بگیم ما قرآن میخونیم ایرب میخونه نکشیدیم برادر یعنی اگر که ما حرکت کنم کوشش کنم اینا طرف خودم جلب میکنم ای کروگاره نیز اویسید میکنه من را میگم که مثال بگیم اگر که ما طرف خودم جلب کنم ایسی میگرده اگر که ما در کروگ اونها باشم چکار یک روزها که چو کردم فریستایل خونده استم یا باتل خونده استم توبه عموما ان شاء الله که هیچ وقت نمیشه ان شاء الله که نبارد عموما میگم که یعنی انسان کروگ وابسته میکنه هر وقتی که انسان کسی کدام طرف کوشش کرد با اون خاطر در حق هر یک برادر مؤمن و مسلمان دعاگو باشین ان شاء الله دعای هر یک کدام شما غایبانه اجابت است با دعا باشین دوستان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته فی امان الله